خلق بکنه. و به خاطر همین ما وقتی که داریم به یه چیزی که منفیه، خب که اونم بر پایه تجربیات گذشته ماست فکر میکنیم، طبیعتا ما اونو باز آفرینی میکنیم و این چیزی نیست که دست ما باشه، چون قسمت خودآگاه مغز ما خیلی محدوده و این ناخودآگاهی که داره کل زندگی ما رو پیش میبره و در واقع زندگی ما روی ناخودآگاهمون میچرخه. پس این چیزی نیستش که ما بخوایم با دستکاری خودآگاهمون که میگم خیلی محدوده، 8% توی ذهن ما بخوایم که پیش ببریم و درست کنیم زندگیمون رو، و ما باید روی ناخودآگاهمون کار کنیم و ناخودآگاه با همین پاکسازی ها، با همین حالت های آلفا بردن، مدیتیشن های کوانتوم، مدیتیشن هایی که پاکسازی کارما میکنه، دقیقاً همون نتیجه مطلوب رو به ما میده. پس اگه شما فکر میکنید که شخصی هستید که نیاز